کسی اگر با کسی قهری میکند و از 3 روز زیاد گذشت آشتی نمیکند، اگر خدا جانش گیرد این از نفرهای دوزخی است. گفت پیغمبر این بهشت ندارد. خیلی جای تأسف و جای خیلی عیب و خیلی جای گویم که سرزنش است که ما مسلمان ها با یکدیگر قهری باشیم. این چه خیلی برادری است. کمی برادریت. خدا تو را گفت انما المؤمنون اخوتون، همه شما چه از غانچی، چه از خوجندی، چه از کولابی، چه از حصاری، همه ایمان داریم، برادریم. شما باید قهری نداشته باشید، یکدیگر در حسد نداشته باشید، شما یکدیگر در تحقیر نداشته باشید. اگر داشته باشید شما را ایماناتون کامل نیست. امید نماز داری، امید قبول نماز داری، برادر از قهری باشی، آشتی کن که نمازات ثواب نداره. اگر در رمضان قهری بودی یقین دان که روزت خدا قبول نکرده است. حدیثی صراحتا آمدگی است هر روز دوشنبه و پنجشنبه عملهای ما را پیشنهاد خدا میکنم. حدیث است، من حکومتتون شنو میخوانم و خدا قسم همش در ذهنم است. دوشنبه و پنجشنبه عملهای ما را پیش خدا دا پیشنهاد میکنن که بندای تو انا همین عملها را کردن، قبول میکنی یا نه؟ الله از نظر میگذراند و میبیند که عمل بنده هایی هست که اونها با یکدیگر قهری اند. خدا میگوید این عمل برده در سر همو بنده میزنی تا زمانی که آشتی نکند، عبادتش قبول نمیشود. دوم، زنی که به اجازت شوهر از خانه میبراید در حالتی که شوهر نیست چه حکم دارد؟ تا آمدنش در لعنت ملائکه ها قرار دارد. هر یک زنی که به اجازت شوهر از خانه برآمد، خواهر عزیز، به خاطر چی میگویم؟ به خاطر که اگر تو تماما عیبم نداری، گناه هم نداری، مقصد همین تا یک برآمدی رفتی آلفته و تازه و به یگان گویم که حرکات های ناجام آمدی، مردک علاقه گمان بد نسبت تو میکنه، نسبت تو گمانبر میشود. این به ضرر جان تو است. برای همین وقتی با مشکلات نیست، وقتی همین تلفن است، الا فلان جا من میرم، خانه پدر رو میرم، خانه دادر رو میرم، اگر امکانیت باشد یا مردک مرا بر، امکانیت نباشد مرا رخصت ده، من خانه پدر رو رو. این وظیفت خواهر عزیز، این وظیفت است که تو باید پرسی. چگونه که همین کارگرها از رئیساشون میپرسن، کجایی که میره میپرسی که مثال کلان من فلان جا میرم، اگه کلان تو هم شوهر تای میپرسی. سیوم، یکی از بندگان خدا وقتی از دنیا میگذرد خاندان او بسیار ملامت ها میکنند و مردها با روی مال میانشان را میبندند و تیاق میگیرند. زنها لباس خود را تا 1 سال تغییر میدهند. با همین سوال جواب گردانید. شما معنای سوال فهمیدین آخه ها؟ ماها در این نیست، در مردم ما این نیست. در طرفای کلاه این خیل عزاداری نیست. این عزاداری میگین شما. عزاداری کسی که همین کار را میکند ناراضی در حکم خدا هست. تو راضی نیستی. من لم یرضا بقضایی و لم یصبر علی بلایی و لم یشکر علی نعمایی فلیخرج من تحت السماء و فوق الارض فلیطلب سوای ربی. وعید سخت از جانب پروردگار. کسی در قضای من راضی نیست، کسی در حکم من راضی نیست، کسی در بلای من، مصیبت من صبر نمی کند، کسی در نعمت های دادگی من شکر نمی کند، الله گفت از زیر آسمان من، از بالای زمین من بیرون شود، برای خود خدای دیگر طلب کند. برادر عزیز، مرد حکم خداست، راضی شو، هزار شکر بگو خدا تا امروز در بین ما نگاهش داشتی، جانش امانت بود، امانت تا گرفتی. ما راضی هستیم، الها در قبر میگذاریم، خدایا بالاش حساب حسد تا جاری کن. تمام. این است آن چیزی که ما باید نه تیاق میگیرم، نه جامعه کبوت و سیاه میپوشم، طرز میگردم که کسی نفهمد که مرا پدرم گذشت یا مادرم گذشت.
تماما ممکن نیست. دادر عزیز، برادر عزیز، کلا و نام خدا کلا ضلالت و گمراهی است. اینم یقین دانید که حکم خدا در راضی نیستید. خودتان مصیبت زده نشان میدید. حتی گفت پیغمبر خدا کسی در حالت مصیبت آنچنان غمگین میشود که چند در موی سرش میزند و در دستش چند موی که میآید همون قدر چاه دوزخ به نامش کنده میشود. نکنین، هیچ وقت نکنین. صبر کنین. مرد بودن تان نشان دهید.